سلام، اشرف میرزایی هستم. میخوام سبک دیگه ای از فست که به این شکل هست رو هم آموزش بدم. توی درس قبلی، توی پارت قبلی که برای سبک فست بود، ما این روش رو یاد گرفتیم. الان میخوام بگم که از کجا، از توی همون پلاگین این رو بیارید. توی قسمت کامند پول رو که تایپ کنید، خودش پلی هدرون رو میاره براتون که این گزینه است، و یا همین که پل رو بزنید و اینتر خودش اون رو انتخاب میکنه. از توی قسمت تایپ پلی هدرا میاید و گزینه، ببینید از این بالا میاید پایین، گزینه‌ای که اولش داره نان ریگولار رو انتخاب میکنید که وارد منوی این قسمت، این تایپ از پلی هدرا بشید. هر کدوم که دوست داشتیم، که البته بعضیش قابلیت اجرا برای طلا جواهر رو نداره، مخصوصا مثلا این نداره، این همینطور، این یکی همینطور، این هم همینطور. البته شاید شما بتونید یه کارهایی باهاش انجام بدید، ولی این فکر میکنم که میشه. من الان مثلا همین رو انتخاب میکنم، یا فرق نمیکنه، این هم باز یه سبکی از فست میشه. اینو انتخاب میکنم و از تو نمای تا رو به رو من این رو هایت میکنم. این اضافه هایی که از درس جلسه قبلی باقی مونده رو هم یک بار دیگه اجرا میکنم پالیهدرون رو و این رو اوکی میکنم. از توی نمای رو به رو صفر رو انتخاب میکنم، شیفت رو نگه میدارم، دایره سایزم رو دارم میبینم. اگه شیفت و آلت رو همزمان نگه دارید، چشم من داره این رنگ سبز بیرونی رو میبینه که نمیخوام زیاد انگشتر زخمی بشه. ببینید این الان حلقه سایز من هست. من این دوتا رو هم هایت میکنم. از نمای رو به رو ببینید این حلقه سایز من هست و من بیشتر از 1.5 تا 2 میلیمتر نمیتونم بیام، به خاطر مسائل ارگونومی، فاصله بین انگشت ها. اگر اینجا دیدید که زیاد هست، کلیک راست روی اسکیل میکنید و نقطه صفر رو فشار میدید و یه مقدار این رو کوچیک میکنید که از نظر ارگونومی یا مسائل فنی و ابعاداندازه های انسانی به مشکل برنخورد. بعد این رو اکسترود میکنیم. به این حالت، به این خاطر این رنگی است که به صورت فیز هست و گروپ هستن، یعنی من اینو اگه آن گروپ کنم اینا رو دونه دونه فیز های جداگانه میبینیم. من جوین رو میزنم که همشون با هم دیگه جوین بشن. دستور بولین رو میزنم، بولین دیفرنس رو، که این حلقه سایزم از درونش بولین بشه. حالا اگر با این لبه های تیز مشکلی نداشتید و دوست داشتید بر روی انگشتتون همچین نقشی اگر میبنده دوست داشتید، که این همین الان آماده است. اما اگر دوست داشتید که این لبه های تیز رو تبدیل کنید به یه لبه خوبی برای طلا جواهر، دو تا کار میتونید بکنید. یکی این که یه دو تا باکس این طرف و اون طرف میندازید و دستور بولین رو اجرا میکنید. میرر و بولین من تو پرسپکتیو انجام میدم. این در حالت انتخاب هست و این دوتا رو انتخاب میکنم. یه لبه باریکی به ما داد، ولی خیلی دوست ندارن که این تیزی اینجا از بین بره. اگر دوست داشتین که اون رو داشته باشین، این الان یه روشش رو گفتم، کنترل زد میزنم، دستور اکسپلود رو میزنم و تمام اینها رو انتخاب میکنم از هر دو طرف، یا این که فقط فیس های رو رو انتخاب میکنم. دقت کنید که کپی رو حالت نو باشه و اینا رو انتخاب میکنم. کلیک راست، اینایی که در حالت انتخاب هستن بدون اینکه جایی رو کلیک کنم لاک میکنم و بقیه رو با درگ انتخاب میکنم به غیر از حلقه سایزم و دیلیت میکنم. اکسترود میکنم این رو. پهنای کارم رو، اینا رو همه رو جوین میکنم. پهنای کارم رو چک میکنم. اگر دوست نداشتید که اینقدر پهن باشه، با دستور گامبال کافیه که این رو کوچیکش بکنید، حالا هر اندازه‌ای که دوست داشتید. با دستور دابلیکیت بوردر، ببینید یه بار دیگه انجام میدم. با دستور دابلیکیت بوردر کرو ها رو انتخاب میکنیم و با دستور فول کرو میندازیمش روی این استوانه. دیلیت اینپوتش رو حالت نو باشه، چون که ما اینا رو احتیاج داریم.
این دوتا رو انتخاب میکنم، دستور کرو رو میزنم از اینجا به اینجا. یا حالا اگر نیرتون فعال بود فرق نمیکنه، البته خودش داره دونه دونه اند رو میده. خیلی هم دستور سویپ 2 رو میزنم توی منو اینجاست. اگر میبینید من شورتکات به کار میبرم به خاطر اینکه اومدم توی فایل، توی پراپرتیز و تو قسمت الیاس دونه دونه فرمانهایی که خیلی پرکاربرد هست برام رو تایپ کردم. مثلا کیج ادیت رو جی، همین که جی بزنم و اینتر برای من دستور کیج ادیت رو انجام میده، لازم نیست که برم توی منو یا تو خط کامند تایپش کنم و این باعث میشه که خیلی سرعت کارم بره بالا. برای همین من W2 برام سویپ رو انجام میده. ببینید این بالا جلوی کامند زده سویپ، ببینید به این حالت هست. اگرم شما دستوری داشتید که خیلی براتون پرکاربرد بود، الان خدمتتون میگم که چجوری انجامش بدید. اولین سویپ 2 رو انجامش بدم، این صفحه ایجاد شد، این طرف هم همینطور. اگر گیره نمیشه، اسنپ نمیشه، نیر رو فعال کنید و اینجا این انتخاب میکنم و اینو شورتکات سویپ 2 رو میزنم و این انتخاب میکنم و این کرو رو انتخاب میکنم، دستور تریم، این دوتا رو هم تریم میکنم و جوین و دستور شیپ. معمولا اگر یه صفحه یه تیکه زیرش باشه، ضخامتی که دوست دارید رو بهش میدید، اینجا انتخاب میکنید و به این ترتیب یه حلقه تو خالی دارید. اون یکی ها هم به همین روش انجام میشن، فرقی نمیکنه. من بیشتر از این ویدیو رو طولانی نمی کنم. فقط اگر دستور پرکاربردی داشتید، مثلا همین یکی توی اینا مثلا اورینت رو میزنم، اینجا اورینت رو، یعنی دستورهایی که خیلی پرکاربرد هست و یک بار اجرا کنید که ببینید نرم افزار اون دستور رو با چه تایپی، با چه حروفی میشناسه. روش سلکت کنید و کپی، میایید توی فایل و پروپرتیز و میایید تو قسمت الیاس، اینجا یه دونه نیو میزنید. میخواید مثلا برای اورینت چی باشه، مثلا او آر میزنید و جلوش اینجا پیست میزنید، اینجا او آر و اوکی. از این به بعد من هر موقع او آر رو بزنم اینجا برای من اورینت رو میاره، که البته حالا باید نوعش هم مشخص میکردیم همونجا. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. اگر از این آموزش ها خوشتون میاد و قسمت های دیگه از فست که مثلا بعضی هاش انجام نمیشه با همین روش، من فکر میکنم که بله بله، بعضی از طراحی های فست با روش پلیگان، ببخشید پلاگین، انجام نمیشن، مثل انگشترهایی که یه تیکه هایش به این حالت گرفته، به این صورت. اینها توی آموزش های دیگه ای هست که برای درخواستش میتونید با آیدی که تو توضیحات گذاشتم مراجعه کنید.